وزارت مدافع تاجیکستان خبر داد که در 2 روز اول موسم تیرمویی دعوت به خدمت حربی نقشه دعوت در سراسر جمهوری الکای 50% را تشکیل می‌دهد. برای مقایسه در 2 روز اول موسم بهاری نقشه دعوت 40% اجرا شده بود. پلکانیک فریدون محمدعلی زاده سردار مرکز مطبوعات وزارت مدافع تاجیکستان خبر داد که شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان الکای در روز اول دعوت تیرمویی 1 اکتبر سال 2022 از اجرای نقشه دعوت گزارش دادند. همین طور در 2 روز اول موسم تیرمویی دعوت به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان نویه‌های نورآباد، رشت، تاجیک آباد، سنگوار، لخش و شهر ایسار از نواحی توبه مرکز و نویه دنغره و وخش از ولایت ختلان الکای از انجام دعوت تیرمویی به خدمت حتمی حربی گزارش دادند. فریدون محمدعلی زاده گفت اجرای نقشه دعوت به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در 2 روز اول در شهر و نویه‌های توبه مرکز 62%، در ولایت ختلان 54%، در شهر دوشنبه 48%، در ولایت سوخت 38% اجرا شده است. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان هر سال 2 مرتبه در بهار از 1 اپریل تا 31 می و تیرماه از 1 اکتبر تا 30 نوامبر دوام می‌کند. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت‌ها از ابلاغ یا احاطه‌گیری جریان می‌گیرد. ابلاغ یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیساریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن سال دعوتی را در کوچه و بازارها دستگیر کرده به خدمت می‌فرستند. در بسیار موارد خویش و تبار جوانان ابلاغ شده تنها بعد چند روز خبر می‌یابند که نزدیکان گم شده اشان را به ارتش بردند. فعالان جامعه شهروندی از رهبران تاجیکستان چندین بار دعوت کرده بودند که به این تجربه ابلاغ که ابروی دولت را می‌ریزاند نقطه گذارند.